خب سلامش امیدوارم که اوکی باشید. اسم من از متین از چنل تو دیس ایز متین. خوشم به این ویدیوی خیلی باحال دیگه، البته یه پلیلیست دیگه، و توی این پلیلیست دیگه قراره که با هم یاد بگیریم چجوری زبان برنامه‌نویسی خیلی بیس و ساده رو هم بنویسیم. یه زبان برنامه‌نویسی فان و البته خب قراره یاد بگیریم که چجوری بنویسیم دیگه. شما میتونید هر سینتکسی که دوست دارید و بیارید تو ذهنتون اجراش کنید، بنویسیدش و در نهایت بشه یه زبان برنامه‌نویسی با مزه کوچولو برای شما. خب تو این ویدیو می‌خوایم یاد بگیریم چجوری همچین چیزی رو بسازیم و چجوری زبان‌های برنامه‌نویسی مثلا حالا ترجمه میشه، عملیاتشون به چه شکل هستش. و البته بیس کار رو داریم میگیم و حالا مثلا الان نگید من مثلا میخوام بهتون بگم چجوری پایتون بنویسید، نه، یه چیز خیلی بیس رو میخوام بهتون بگم و امیدوارم که حالا پلیلیست جالبی بشه و ازش خوشتون بیاد. خب میخوایم شروع کنیم. این ویدیوی اوله و دیگه وقتتون نمیگیرم، مستقیم بریم سراغ چیزایی که قراره بگیم و شروع کنیم به کار کردن. اول از همه که یه آشنایی داشته باشیم که اصلا قراره چی کار کنیم، این عملیات چی رو قراره اجرا شه. این عملیات زبان برنامه‌نویسی ها همینجوری نیستش که مثلا حالا من یه ریجکس بزنم خیلی ساده، مثلا این عبارت از این مثلا پرانتز جدا شه، بعد مثلا تو کد پایتون مثلا یه بزنیم پرینت کن مثلا این فایندی که مثلا این ریجکسی که re.find، حالا همون چیزی که خودتون میدونید مثلا یه عبارت ریجکس رو بهش بدیم، از داخل پرانتز بکشه بیرون پیداش کنه و خیلی ساده پرینت شه. خب این که نه، این عملیات استاندارد نیستش. البته عملیات استاندارد یه زبان برنامه‌نویسی حالا تو فازهای مختلف، حالا زبانه کامپایلری جدا هستن، زبان مفسری جدا است که حالا کامپایلر که قضیهش کلا به کنار، یه چیزی مثل پایتون مثلا خیلی ساده، فقط دستورشو بزنیم اجراش ترجمه شه و اجراش مفسری تقریبا یا همچین چیزی رو میخوایم بهتون بگیم، یعنی بگیم و یاد بگیریم که خب فازها در این راه به چه شکل هستن. فازهایی که حالا قراره با هم حالا این مراحلی که قراره حالا این زبان برنامه‌نویسی پشت سر بذاره، داشتن یک لکسر و یک پارسر هستش. لکسر یا حالا عملیاتش همون لکسیکال آنالیز، این چی کار میکنه؟ این چی هست؟ مثلا لکسر و پارسر به چه شکلی هستن؟ حالا اگه دقت کنید این زبانهای برنامه‌نویسی خیلی فانی که حالا برید تو گیت هاب ببینید، مثلا یه زبان برنامه‌نویسی بودش همین 2 سال پیش اگه اشتباه نکنم دیدم، یه زبانی بود به اسم ترامپ اسکریپت که داستانش هم رفتم خوندم. یه گروه جوونی بودن، یه بچه مدرسه‌ای بودن، در واقع اومدن نشستن یه زبان برنامه‌نویسی نوشتن که زبان برنامه‌نویسیش مخصوص ترامپ بود، آقای ترامپی که حالا رئیس جمهور آمریکا بودش. که الان هم سرچ کنیم ترامپ اسکریپت و تو گیت هاب اگه بیاریمش، البته اینجا که تو گیت هاب دیگه دقیقاً به همین این اسکریپت بودش. خب اگه ببینید اینجا هم زده که این پروژه آرشیو شده، خاطر همینه که دیگه ترامپ اومد کنار، ولی خب در کل 7000 تا هم استار داره. این زبان برنامه‌نویسی ترامپ، خب که دقیقاً سینتکسش اینجوریه، دقیقاً مثل خود ترامپ دیگه. ببین آخر همه حالا این مثلا یه کد خیلی ساده ای از ترامپ اسکریپت، زبان برنامه‌نویسی ترامپ اسکریپت، که آخر مثلا قوانینش اینجا نوشته دیگه، آخر مثلا هر حالا برنامه مثلا بعد می‌نویسید آمریکا is great، که حالا مثلا say hello world، حالا اینجوری، یا مثلا say Trump for president. زبانش قابلیت‌های جالبی داشت. مثلا نوشته بودش که این چون مثلا ترامپ بر اساس بر اساس علاقه‌مندی‌های ترامپ مثلا ساختمونش گفته بودن که چون مثلا ترامپ از کامپیوترهای شخصی بعدش میاد، شما نمیتونید این زبان رو حالا ویندوز ران کنیدش. حالا من میخوام دانلودش کنم طول میکشه، ولی خب مثلا شما دانلودش کنید روی ویندوز بزنید، مثلا قشنگ بهتون ارور میده، ریس میشه، میگه که ویندوز نمیدونم که ما مشکلاتی که داریم از این کامپیوترهای شخصی و این چرت و پرتایی که حالا خود ترامپ میگفتش. و الان هم اگه بخوایم من سرچش کنیم، اگه من مثلا بزنم که ویندوز، ببینید دقیقاً اینجا همین ارور رو به ما میداد این زبان برنامه‌نویسی. و خب حالا این زبان برنامه‌نویسی چرت و بامزه بودش در کل. عملیات این زبان مثلا همین زبان ساده رو برید تو حالا گیتاب این زبان ساده خیلی زیاد نوشته شدن، چه فارسی باشه چه انگلیسی. حتی خودمون هم ما یه زبانی حالا همین اواخر هم شروع کردیم به نوشتنش، حالا بگذاریم بعدا از اون رونمایی می‌کنیم. ولی خب در کل یه زبانی حالا در واقع اینو می‌خوام بگم، زبانی برنامه‌نویسی ساده رو برید ببینید، یا همشون یه فایلی دارن lexer.py یا parser.com. این نداشته باشن توی فایل حتما یک کلاس lexer و parser جا کردن که این دو تا چی ان. بچه لکسر در واقع بذار اینجوری بگم، لکسر و پارسر دو تا فیلترن. خب یعنی مثلا برای زبان برنامه‌نویسی که میخواید بنویسید، خب مثلا میگم بیاید الان یه چیز حالا بیس رو شروع کنیم.
مثلا یه زبانی بنویسیم، اسمش چی باشه؟ مثلا اسمشو بذاریم یهویی. یهویی چه باحال شد، یهویی لنگ مثلا، همچین چیزی. بعد من بیام این یهویی لنگ رو بندازم تو وی اس کد. البته آره دیگه کد شد خودش. خب حالا مثلا همه اینا رو میتونیم خودمون شخصی سازی کنیم، چیز باحالی میشه. مثلا میگم که main dot یهویی مثلا اینجوری، حالا خودمون هم بهش اینجوری بگیم main dot یهویی و مثلا فرمتش یهویی باشه و مثلا داخلش چجوری باشه. مثلا میگیم که سلام، حالا نمیدونم قرار چیکار کنه فلان، هر چیزی که به ذهنم داره میاد و میخوام بنویسم. بگو مثلا هلو، مثلا بگو سلام. حالا میتونیم نذاریم اینو، یا مثلا متغیراش اینجوری کنیم، مثلا بگیم که یادت باشه مثلا x یعنی مثلا 5. اینجوری چیز باحالی میشه، مثلا خودم داره خندم میگیره. ولی خب ما مثلا اینجوری بذاریم، بگیم که مثلا اگر x 5 بود، مثلا اگر x 5 بود، همچنین هر چیزی که دوست داریم. مثلا من میگم که x مساوی 5 سپس مثلا اینجا مثلا یه عملیات اجرا شه و بعد مثلا اینجا بگیم که چی و تمام، همچین چیزی. مثلا حالا اینجوری مثلا اینم بیاریم وسط، اگر x مثلا 5 بود سپس بگو سلام و تمام. چیز باحالیه. حالا همچین چیزی رو میخوایم بنویسیمش. حالا بریم شروع کنیم، مثلا بگیم که این لکسر و پارسر چی هستن. لکسر و پارسر اول بنویسیم دیگه. عملیات بچا، این اول از لکسر شروع میکنم. این لکسر فیلتر اوله. خب ما میخوایم این کارو کنیم دیگه. مثلا بگیم که یه فایل مثلا yehoilang.py داریم. خب مثلا یه متغیر فایل نیم داریم. حالا من میخوام از بیس ترین چیزا شروع کنم، فعلا نمیریم مثلا از ماژول سیس مثلا بیایم حالا پارامترایی که حالا وارد میکنیم و ازش بگیریم. مثلا یه فایل نیم دارم اینجا، میگم main.yehoi. خب مثلا اینجا اسم فایل رو مثلا میگم و مثلا میگم که اوپنش کنینو با آر پلاس از مثلا فایل دیتا مثلا مساویه با فایل رید و مثلا بیا پرینتش کنین دیتا رو. اوکی، حالا من اگه بیام مثلا اینو رانش کنم، این فایل پایتونی رانش کنم، خب ببینید دقیقاً ما دیتای حالا داخل اینو برای من حالا گرفتش اینجا. حالا ما باید اینجا چی بنویسیم که حالا بیاد مثلا اینو بفهمه و همه رو مثلا اجرا کنه. اول از همه فیلتر اولی که رو این متن اجرا میشه، ما حالا اینجوری دارم ساده میگم، حالا اصلش از اینجوریه. خب ساده بخوام بگم، فیلتر اولی که روی این متن، روی این کد مثلا یهوییمون قرار اجرا شه، ما بهش میگیم لکسر. حالا یک کلاس، یک چیزی به اسم لکسر میاد وسط، یا همون لکسیکال آنالیز میاد اینو توکنایز میکنه. در واقع چیکار میکنه؟ و اینجا خودش نوشته، گفته که تو علم کامپیوتر، تو کامپایلرها اولین فازی که داریم لکسر هستش. اولین فاز حالا کامپایلر لکسره. حالا کامپایلر قضیه شده، خب اولین فازش لکسره. خب برای اجرای همین چیزام حالا ما قرار لکسر بنویسیم. خب لکسر چی کار میکنه؟ لکسر میاد کاراکتر به کاراکتر، بچه دونه دونه این کاراکترها رو بررسی میکنه، تو توکن قرار میده، یعنی به من توکن برمیگردونه. حالا توکن چیه؟ توکن دقیقاً یه لیست پایتون اگه بخوایم بگیم، یا یه آرایه است. خب آرایه با لیست، حالا در کار یه لیستی، حالا با یه زمانهای دیگه دارید می‌نویسید، یه آرایه‌ای داره یه چیزی من برمیگردونه، خب که اینو در فاز اول ترجمه میکنه. خب یعنی چی؟ مثلا من همچین چیزی رو بهش میدم، من هم یادت باشه x یعنی 5 رو بهش میدم. خب اون لکسر میاد اینو متوجه میشه، به من همچین چیزی برمیگردونه، به لیست پایتون همچین چیزی به من برمیگردونه. مثلا میگه که بذار من اینجا بنویسم، مثلا میگه که لیست پایتون دیگه، مثلا میگه ور حالا x مثلا equals مثلا 5. دقیقاً به همین شکل میاد ترجمه میکنه به من میگه. خب این فاز اول حالا کارمونه. خب یعنی همینجوری اول نمیاد مثلا متوجه بشی خب اینو گفتی بعد حالا میاد اجراش میکنه. نه، این فاز اول ترجمه است. خب یعنی میاد اول متوجه میشه چیزایی که ما نوشتیم، کاراکترایی که تعریف شدن رو اول میاد ببینه. خب اگه مثلا من اینجا یه چرت و پرت دیگه نوشته باشم متوجه نمیشه، ارور میده، که دقیقاً همچین چیزی میشه که من الان میام اینجوری می‌نویسم یا اینجوری می‌نویسم. خب این مثلا حالا پایتون چون متغیرش همینجوری میتونیم بنویسیم، میگه که دیفاین نشده، ولی مثلا تو زبان پی اچ پی هم چیزی بنویسیم ارور میده.
در کل اگر خب یه چیز دیگه ای بود ارور میده، ولی خب حالا اگر چیزایی تعریف شده بودش میاد اینو به صورت حالا یک توکن به من، و به اینا میگیم توکن، میاد به صورت توکن به من برمیگردونه. خب و حالا هر جور که مثلا میتونیم بگیم اینجوری ورد دو نقطه مثلا ایکس، حالا همچین چیزی. و خب دلیل این که ما مثلا میایم توکنایز میکنیم و میایم با استفاده از حالا مثلا لکسر این کارو انجام میدیم، توکناشو میگیریم به صورت توکن میگیریم، چیه؟ این که مثلا میگم ببینید مثلا من میتونم این 5 رو بردارم بگم یادت باشه ایکس یعنی همین خالی. خب این اون موقع میاد همچین چیزی رو به من نشون میده. خب ور x equals اوکی. حالا من مثلا اینجا میتونم دوباره یعنی بنویسم، یعنی استرینگش هم نکنم، من مثلا یعنی این یعنیه چون تعریف شده است میاد همچین چیزی دوباره من میگه، دوباره من میگه equals اوکی. یعنی اول میاد متوجه میشه به زبان حالا خودش، متوجه میشه میاد میگه که آقا شما ترجمه شد همچین چیزی رو در فاز اول وارد کردی. خب بعد این که ترجمه شد میره سراغ پارسر دیگه میاد اینو بررسی میکنه، میگه که آقا مثلا گفتی ور، خب اوکی مقدار بعدیت باید اسم متغیرت باشه، اگه نبودش یه توکن بودش ارور، آقا ارور شما چیز اشتباه نوشتی و در واقع مثلا همین پرینت میشه. پرینت ما توش حالا پرینت که نه، پرینت مثلا لن مثلا من می‌نویسم خب 4 حرف داره دیگه تو پایتون، میاد 4 حرفش رو من میگه، اگه من توش هیچی وارد نکنم ارور میده، میگه که یه دونه آرگومان رو باید بهش بدی حداقل. و خب اینم همینطوریه، اگه مثلا من اینو ندم این دیگه اول لکسر اینو ترجمه میکنه میده به پارسر دیگه میاد اینجا ارور میده، میگه که آقا شما باید اسم زبان تو، میگم اسم زبان تو، اسم متغیر تو بدی. و خب حالا اینجا مثلا اگه نداده باشه ارور میده. و تو مرحله بعد اینجا که گفتیم ایکوالز، خب ایکوالز میگه که خب یعنی مقدارش برابر است با، میره بعدی اینجا که ببینه خب بازی توکنه ارور میده، یا تو بعد اینجا من مقدار بدی، بعد مثلا استرینگ بدی، استرینگ مثلا سلام رو، همچین چیزی، مثلا استرینگ مثلا بگیم که کوت اوپن، مثلا یه کوتیشن باز شد، مثلا بگیم که سلام و کوت کلوز. هر چی فیلتراشو بیشتر کنید میتونید زبانتون رو حالا خیلی دقیق تر بنویسیدش. خب با دیگه نمیخوایم حالا خیلی چیز بمبی بنویسیم، فقط میخوایم یه چیز فان باشه در قالبی که حالا مثلا یه چیز خیلی بامزه یاد بگیریم. ولی خب در کل این بودش از این فازها. در مرحله اول یه چیز خیلی بیسی فقط متوجه شدیم. خب الان بیاید یه چیز خیلی بیسی هم شروع کنیم به نوشتن. بریم شروع کنیم به نوشتن. الان من همچین فایل دارم. خب به این یه هویلنگمون هم گفتیم که خب شما بیا اینو برای من دریافت کن، خیلی ساده، هیچ مشکلی هم نداریم، بیا اینو دریافت کن برای من رانش کن. خب داره همچین چیزی رو به من میگه، یعنی رانش کن که نه، برای من پرینتش کن اطلاعاتشو. ولی خب الان مثلا بیاید در یه فاز خیلی کوتاه، اینو من حواسم باشه مین دات یهویی حواسم باشه، اینو من یه فایل دیگه درست کنم مثلا به اسم مثلا todo.yahoo. خب این مثلا بذاریم اینجا اوکی. فعلا میخوایم مثلا با این بگوه شروع کنیم. خب مثلا گفتم بگو سلام پرینت کنه سلام رو در همین چیز بیس، خیلی ساده میخوام برم شروع کنم. خب ببینید گفتیم بیاد کاراکتر به کاراکتر تستش کنه دیگه. خب پس من ببینید اگر تو پایتون همچین چیزی رو داریم، یعنی حتما نباید لیست بشه. من یه مثلا اینجا رو نگاه کنید، اینجا ترمینال پایتون باز کنم، مثلا میگم که for i این مثلا استرینگ مثلا به اسم سلام، شما بیا پرینت کنین آیه رو. خب ببینید SALAM اوکی. خب استرینگ بهش دادم دیگه، داره طبق فور حالا به من برش میگردونه. من هم اینجا میگم که فور مثلا کاراکتر این دیتایی که من دارم، بعد میگم پرینت کنین کاراکتر. خیلی ساده. بیاید الان رانش کنیم با ببینیم چی میده به من. اینجا که نه، بریم اینجا رانش کنیم پایتون کرنل ببندی. خب ببینید الان دقیقاً اومده به من اون حالا کاراکترها رو دقیقاً اومده برای من، دارم می‌نویسه بگو یه فاصله کوتیشن با سلام و کوتیشن مثلا همین تموم شد رفت. حالا خب این یکم سخته، شما یه دقیقه همین الان اینجا حساب کن. من الان میخوام اینو بفهمم، بگم که خب این گفتش مثلا حواسم باشه وقتی که طرف مثلا حالا تو زبان نوشته بود بگو، وقتی که اینو متوجه شد بیا توی توکن ها یه دونه مثلا یه حالا مثلا پرینت تو اضافه کن. من اینجا لیست توکن بسازم، مثلا توکنز یه لیست، میگم هر موقع مثلا بگو رو دیدی بیا تو این توکنه مثلا یه دونه استرینگ مثلا پرینت اضافه کن. اوکی. خب اینجا الان یکم سخت شد. بعد چیکار کنیم؟ اینجا من یه متغیری دارم اسم کش. خب میگم من این کشی دارم اینجا
که شما به چیکار کن، بیا هر بار این کاراکترهایی که هستشو به این کش من اضافه کن. خب بعد بیا این کشه رو برای من پرینت کن. ببینید چه اتفاقی میفته. داره به این شکل پله‌ای داره پیش میره. اوکی، در واقع اینی که داره پرینت میشه هر بار کش است دیگه. خب به این متغیر کش من کاراکترهای دونه دونه اینا دارن اضافه میشن. خب و وقتی هم که اضافه شدن نمیاد این حالا کشی که برام حالا این پر داره میشه رو داره من پرینت میکنه. خب اینجا دیگه الان راحت شد. میگم که هر موقع مثلا این کش شد بگو، شما بیا مثلا تو این توکنه یه نه پرینت مثلا اضافه کن. همچین چیزی داریم، خیلی ساده میگیم ما. و حالا اینجا خیلی ساده میتونیم اینجا بیایم شرط بزنیم. میگیم مثلا اگر این کشه برابر بود مثلا با بگو، شما بیا تو این توکن ها برای من یه دونه اپند کن، اضافه کن تو این لیست توکن، برای من بگو که مثلا این پرینت. اوکی، و بعد مثلا بیا اینجا هم بگو که مثلا یک پرینت مثلا پیدا شد. حله. ببینید اینجا که رسید به بگو یک پرینت پیدا شد. آهان دیگه اینجا دیگه یه دونه پرینت رو متوجه شد. و اگه مثلا من اینو حالا پرینت کش رو بردارم، ببینید یه پرینت من فعلا پیدا کردم. و بعد نهایت هم بیام اینجا توکنا رو پرینت کنم، میگه که خب من یه پرینت الان توکنایی که من دارم یه پرینت. اوکی، تا حالا ما این بگو رو متوجه شدیم، ولی خب این حالا سلامه رو باید چیکار کنیم؟ این سلامه هم خب کار خاصی نداره تقریبا. ببینید ما این کش رو هم بزنیم پرینت شه، اینو برداریم، فقط اینجا که اپند میکنه ببینید اینجا همینجور داره پیش میره. خب اینجا که برسه الان باید برای من اینجا پرینت میکردیم دیگه. گفتیم که خب مثلا بگو که یک پرینت پیدا شد، همچین چیزی. اوکی، یک پرینت پیدا شد. خب اینجا رسید یه پرینت رو پیدا کرد. حالا ادامهش دیگه میخوام من صفر بشه، میخوام ما اینجا دیگه شروع شه. خب این بگو رو تموم شد دیگه. خب برو دیگه به سلامت. این بگو رو پیدا کردی، گذاشت توکن ها دیگه. خب برو ادامه کدو بخون دیگه. چرا مثلا قبلیاش هم داری پرینت میکنی؟ من میام اینجا میگم که این کشی که من دارم رو خالی کن. دوباره از اول ببین چه اتفاقی میفته. رسید به بگو، یک پرینت پیدا شد، دوباره از ادامه شروع کردم. ولی خب اینجا یه مشکلیه. خب به اینجا اومده که دو تا لاین اضافه زده، یه دونه اسپیس هم داره اینجا برای من میگیره. و خب من اینجا یه شرط میذارم اینا رو همه رو حالا درست میگم. اگه کشه یه اسپیس بوده، شما بیا کانتینیو کن، یعنی از این لیست، یعنی برو دیگه کاراکتر بعدی نمیخواد اینو ببینی. اوکی، خب اینجا رو یه نرو اوکی کرد. ولی خب مثل این که این پشت هنوز هستش. چرا؟ چون که این کشه این اول داره اضافه میکنه. ما میگیم بیا این آخر شما اینو اضافه کن. ببینید الان دیگه مشکل برطرف شد. میگه که بیا بگو رو رسید، یه پرینت پیدا کرد. خب دیگه اینجا میرسه به استرینگ. اینجا خب تا الان اوکی دیگه. الان تا حالا مثلا توکن پرینت رو مثلا برای من میگیره. اوکی، حالا میخوایم بگیم که بیا استرینگا رو برای من پیدا کن. اوکی، خیلی ساده. برای پیدا کردن استرینگ رو چیکار کنیم؟ اول اصلا میگم که اگر کاراکتر مثلا مساوی بود به یه دونه کوتیشن، حالا فعلا دابل کوت، حالا یه دابل کوتیشن مثلا اینجا میذاریم، یه کوتیشن حالا میذاریم بعدا. یا اگه دابل کوتیشن اینجا بودش، شما بیا مثلا پرینت کن که دابل کوت پیدا کن. اینجا دابل کوت پیدا کن، اینجا هم یه دابل کوتی که اینجا بهش رسید. اوکی، حالا اینجا بعد چجوری باید اینو بگیریم؟ یکم خودمون حالا بخوایم منطقی فکر کنیم، حالا منطقای مختلفی شاید به ذهن هممون بیاد. ولی خب ما مثلا من میخوام این کارو کنم. مثلا میگم که یه متغیری دارم به اسم collecting مثلا underline مثلا string، چه گفتم پرینت string. بعد این collecting string رو من false میذارم. خب یعنی در حال حاضر این collecting string برای وقتی که ما میخوایم یه string رو پیدا کنیم. وقتی که خب حالا string رو نمیخوایم پیدا کنیم میگیم که false، فعلا هیچ خبری نیستش. میگم که هر موقع این کوتیشن رو دیدی، شما بیا collecting string رو true بذار و مثلا دیگه نمیخواد پرینت کنی، کانتینیو کن، برو کاراکتر بعدی. کانتینیو دیگه میره از این حالا حالت، میره از این کاراکتر، میره از این ایندکس، میره به از ایندکس بعدی شروع میکنه. اینو رد میکنم. من میگم اگه کوتیشن دیدی ردش کن، بیا دیگه از اینجا بخوام. البته که میگم که کشش هم خالی کن شما که دیگه این استرینگ قبلی رو نگیره، اینو دیگه نگیره، این کوتیشن رو دیگه نگیره. اوکی، خب تا الان که چی شدش؟ اومد برای من سلامو گرفت. ببینید کوتیشن رو دیگه نگرفت. تا الان که مشکل نداره. حالا این کالکتینگ استرینگ رو که من شروع کردم، من میگم شما بیا اینجا شرط میذارم، میگم که اگر کالکتینگ استرینگ، اگر که حالا کالکتینگ استرینگ ترو بود، دیگه نمیخوایم اینجوری بگیم ترو، دیگه همین اینجوری بزنیم کار میکنه. این یعنی چی؟ ببینید ما گفتیم هر موقع رسید به کوتیشن، دابل کوتیشن، بیا اینو ترو بذار. خب وقتی هم که این شرط بخواد اجرا شه، خب یعنی قاعدتا رسیده به دابل کوتیشن دیگه. اوکی، اینجا میگم که شما بیا در واقع
البته اگه بخوام یکم منطقی فکر کنیم اینجا چون بذار اینجوری بگیم، اینو اگر من بخوام حالا یه پس بذارم اینجا مثلا، ببینیم اینجا میرسه به کوتیشنه، خب این شرط اجرا میشه. دوباره اینجا که میخواد بستشه باز این شرط اجرا میشه. من میگم این کارو کن، میگم کالکتینگ استرینگ رو ترو بذار اگر کالکتینگ استرینگ ترو، اگر نات کالکتینگ استرینگ، در غیر این صورت فالس بذار. چرا این الان یعنی چی؟ میگم اگر نات کالکت، اگه فالس بوده شما بیا تروش بذار، اگر هم در غیر صورت فالسش بذار. یعنی چی؟ یعنی هر موقعی که باز شد اینو ترو کن، اگر هر موقع هم که بسته شد فالسش کن. اوکی. اینجا میام شرط میذارم دقیقاً تو همینجا، میگم که اگر not collecting string، یعنی collecting string دیگه بسته شد، شما بیا مثلا پرینت کن که مثلا یک استرینگ پیدا شد. ببینیم کار میکنه آیا. خب بله یک استرینگ پیدا شد. عملیاتی که الان داره الان اتفاقی که داره اجرا میشه، اتفاقی که داره میفته اینه که من اگه بخوام اینو بندازمش اینور، حالا بخوام بندازمش اینور، بله میرسه به اینجا. خب این شرط اجرا میشه، این میرسه به اینجا، این شرط اجرا میشه. اینو به صورت دیفالت کالکتینگ استرینگ رو ما فالس کردیم، گفتیم تروش کن اگر که این فالس بود. خب اول کاری خب این فالس دیگه تروش میکنه. خب و این کشش رو صفر میکنه، کانتینیو میره، همینجور میره، این شرط هم اجرا نمیشه. اما وقتی که دوباره رسید به اینجا، یعنی رسید به این آخریه، خب میبینه که خب این ترو، مقدارشو میذاره فالس و اینجا چک میکنه، میگه که اگر not collecting، اگر فالس بوده، اگه بسته شده، شما بیا پرینت کن که من یک استرینگ پیدا کردم. و این یعنی چی؟ یعنی که چیزی که تو الان این داخل هستش اومده تو کش ما ریخته، یعنی اومده تو اینجا ریخته. و من میتونم اینجا بیام بگم که دو نقطه کش. ببینیم الان بعد اینجا من سلامه رو ببینید، میگه من یه استرینگ پیدا کردم، سلام. در نتیجه من اینجا میتونم بگم که شما بیا تو این توکن های من اپند کن، اضافه کن یه دونه استرینگی رو، استرینگ دو نقطه مثلا، یا استرینگ پرنز رو میگیم دو نقطه برای اینکه راحت‌تر بخوایم اسپلیتش کنیم، دو نقطه. و اینجا من میگم که کش. ببینیم تنش مشکلی نداره. من این حالا اگه پرینت کش رو بخوام پاک کنم و اینجا دیگه حالا داخل فور نیستیم و همینجا بنویسم پرینت کن من توکن ها رو، میاد برای من میگه که پرینت استرینگ حالا دو نقطه سلام. و الان اومدش که اینو برای من صورت توکن فعلا داره من برمیگردونه. تا الان اینجا که هیچ مشکلی نداریم. و میدید من اینجا بیام یه استرینگ دیگه هم بذارم، میاد متوجه میشه. خب پس الان داریم یواش یواش متوجه میشیم این پارسر، این ببخشید این لکسر داره چیکار میکنه. لکسر اول میاد متوجه میشه، اینا رو میگیره توی توکن مینویسه، بعد دیگه پارسر میاد این وسط، حالا پارسر رو ننوشتیم، پارسر میاد این وسط میگه که خب شما به چه حساب سه تا مثلا استرینگ نوشتید اینجا، و اینجا ارور میگیریم دیگه. ولی خب اینجا فعلا مشکلی نداریم و خیلی ساده داره لکسرمون کار میکنه. خب یه لکسر خیلی ساده نوشتیم دیگه اینجا، حالا فعلا که کار خاصی نکردیم فعلا. خب الان داره اینجا من میگه این یک پرینت پیدا شدم، من بخوام پاکش کنم اینجا، اگه بخوام رانش کنم اینجا داره من این رو فعلا داره من برمیگردونه. اما بریم سراغ پارسر که حالا اصل قضیه اینجا چیه. من بیام فعلا تا اینجا اینو یه فانکشن درست کنم، بگم که مثلا لکسر، مثلا بیسیک لکسر آندر لکسر، اینو همه اینا رو یه دونه تب بزنم که بیاد داخل این. بعد چون اینجا دیتا داره، من این دیتا رو ورودی میدم به اینجا، همچین چیزی که خب مشکلی هم نداره فعلا. اینجا هم دقیقا همینجا که فور تموم شه من میگم ریترن کن برای من توکن ها رو، خیلی ساده. بعد من اینجا حالا همین زیر همین دیگه، بعد اینکه این تموم شد اینجا میام یه متغیر میگم همین وسط کدام، میگم که توکنز مساویه با بیسیک لکسر، همین دیتایی که حالا ما اینجا گرفتیم رو بهش میدم و بعد میگم که این توکن ها رو برای من پرینت کن. مشکلی نداره تا اینجا، حالا هم داره پرینتش کنه. اما بریم سراغ پارسر که مثلا اینو بتونیم ترجمه کنیم دیگه، بره رو حالت اجرا که این دیگه پرینت شه برام. خب من میام حالا راههای مختلفی هستش، من میگم که for i in token مثلا بیاد، حالا راههای مختلف زیاد ما داریم فعلا اینو تست میکنیم. خب الان پرینتش کنم، یکی پرینت
استرینگ دو نقطه سلام. مثلا میگم بیاید این کارو کنیم. مثلا میگم که فور، حالا این آینه مثلا این توکنز. خب تا الان که همین مشکل نداره. خب راههای مختلفی هست. مثلا یه راهش اینه که مثلا ما بیایم بگیم که is print، مثلا یه متغیر is print داره مثلا مساوی false. خب میگم که فلان اگر موقعی که پرینت پیدا شدش این ترو میشه، فلان که خب پرینت نیست فالس. میگیم که اگر این توکنی که شما بهش رسیدی پرینت بود، بیا is print رو برای من ترو کن. خب و کانتینیو. اوکی، حالا این تا الان رد میشه، میره مثلا سراغ توکن بعدی. این توکن استرینگ رو دقت کنید داره با استرینگ دو نقطه شروع میشه. چیز مشخص نیست که مثلا من اینجوری بیام دو تا حالا مساوی بذارم، میگم که اگر مساوی بود با پرینت، داره با استرینگ دو نقطه شروع میشه. من میگم که اگر توکن starts with string، اگر با استرینگ شروع شدهش دو نقطه، استرینگ دو نقطه. خب اگرم که ایس پرینت بود مثلا یه اتفاق. خب این الان اوکیه. ببینید ما گفتیم هر موقع رسیدی به پرینت شما بیا ایس پرینت رو ترو کن، یعنی اینجا یه پرینتی من دیدم. خب بعد میره سراغ توکن بعدی. اگه توکن بعدیش استرینگ دو نقطه باشه، استرینگ دو نقطه شروع شد یعنی رسیده بود به یه استرینگ، بیاد بررسی کنه بگه این ایس پرینت ترو هست یا نه، یعنی قبلش ما یه پرینت دیدیم یا نه. اگر که آره خب اینجا پس در غیر اون مثلا چی بگیم که مثلا ایرور، مثلا همچین چیزی. حالا فعلا که داریم خیلی بیس، خیلی حالا خیلی داریم ساده میریم جلو. و الان خب اتفاق نیفتاد یعنی این داره اجرا میشه. مثلا اینجا پرینت کنم مثلا سلام، این الان بعد اجرا شه سلام. خب من اینجا میام که ایس پرینت تو شما بیا فالسش کن، اینجا نیازی بهش نداریم. و الان همینجور که میبینیم داره این سلام اینجا داره اجرا میشه. اوکی، حالا من میگم که شما بیا تکست رو، یه متغیر تکست دارم مثلا، دارم خیلی ساده میگم جلو دیگه، میگم که این توکن رو اسپلیت کن بر اساس دو نقطه، این دو نقطه رو حالا جداش کن توکنی که میگیره رو، و بیا ایندکس حالا دومش رو مثلا میگیم آخر، بیا آخرش رو بگیر. حالا نمیگیم آخر، میگیم که یک. خب این الان میاد این تکست رو میگیره. من الان میگم که بیا تکست رو مثلا پرینت کن. خیلی ساده. ببینید چه اتفاقی میفته؟ داره من سلام میگه. چرا؟ من چون اینجا نوشتم سلام. مثلا اگه بنویسم خوبی، یا دو من میگه که خوبی. حالا اگه بگو رو بردارم چی میشه؟ ارور. چرا؟ چون من اینجا منم گفتم ایس پرینت اگه قبلش پرینت بودش بیا شما این کار کن. در غیر حساب بگو ارور. آقا چی یعنی چی؟ خوبی از کجا اومد؟ ما بعد یه دستوری مثلا بدی، مثلا میگم بگو. حالا اینجا رو دقت کنید. اگه من بیام حالا دو خط این بذارم، میگه که خوبی ارور. چرا ارور؟ بیاین ما اینجا توکنا رو بررسی کنیم. این حلقه فوره رو من اینجا کانتینیو میذارم که اجرا نشن، اینا اجرا نمیشن دیگه. و من میگم که بیاین توکنا رو پرینت کنیم. میخوایم توکنا رو با هم ببینیم چه اتفاقی میفته. توکن البته ببینیم پرینت استرینگ خوبی، استرینگ خوبی. چرا این پرینت رو دوباره نگرفت؟ چون که در واقع داره نکست لاین میشه دیگه، داره میره لاین بعد. من اگه اینجا بیام حالا تو این حالا همین اول فور توی بیسیک لکسر اگه بگم که این کاراکتر مساوی با یه بک اسلش ان، یعنی اگر رفت لاین بعدی شما بیا کانتینیو کن. ببینید الان دیگه داره درست میشه. یه پرینت استرینگ خوبی، پرینت استرینگ خوبه. حالا جلوتر هم رفتیم مثلا میتونیم یه کاری کنیم که این توی یه لیست باشه، این هم یه لیست باشه، مثلا هر لاین توی لیست جدا باشه. ولی خب فعلا داریم با این سیستم پیش میریم. خب اینو بردارم دیگه. حالا اگه اجرا کنم دو بار دارم میگه که خوبی. خیلی ساده. چند بار بذارم؟ مثلا میگم که سلام خوبی، مثلا خوبی که اینجا بود دیگه، بار دیگه نوشتمش. چطوری مثلا همچین چیزی. سلام خوبی چطوری. ببینیم خیلی ساده دارم میگه که سلام خوبی چطوری. فعلا یه چیز خیلی بیسی نوشتیم و خیلی هم خوب داره کار میکنه. حالا من مثلا میام اینجا یه فانکشن دیگه درست میکنم مثلا به اسم basic underline parser و حالا فکر کردم شیگر اصلا من اینجا سلف هم بنویسم، حواسم نبود. اینو یه تپ میزنیم اینجا و اینجا الان فکر کنم توکنز هم بخوام اینجا توکنز هم اینجا بهش میدم و اینم برمی‌داریم میاریم پایین و دیگه این کارو میکنیم دیگه. مثلا بهش میگیم که basic lexer tokens، مثلا میتونیم همینم بدیم اینجا. ولی خب نه. و الان خیلی ساده باز داره برای من کار میکنه. البته چرا کار نمیکنه؟ یه مشکل اینجا هستش.
آهان من دوبار دارم بیسیک لکسر میزنم، بعد این بار بزنم اینجا بعد بیسیک پارسر بزنم. حالا مشکل حل شدش. خب تا الان برای جلسه اول فکر کنم کافیه، یه چیز خیلی بیسی نوشتیم با هم. حالا جلسه بعدی این چیزای جدیدم اضافه میکنیم بهش، حالا شرط و این چیزا، تعریف متغیرها هم اضافه میکنیم. امیدوارم که خوش اومده باشه تا این جلسه و لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره. نظرتون حتما توی کامنت ها بنویسید. اگر هم زبانی حالا نوشتید، زبان فانی چیز نوشتید، حتما لینک ریپوزیتوریتون رو حالا تو گیت‌هاب آپلودش کردید تو زیر همین کامنت ها بنویسید که حالا ببینیم. و حالا سرور دیسکوردمون هم تو همین دسکریپشن هستش. اینجا هم بیاید تو یه چنلی داریم اسم ریپوزیتوری، اونجا هم بفرستید که بچه‌ها ببینن و حالا اگه باحال بود استفاده میکنید. حالا فعلا داریم چیز بیس یاد میگیم. امیدوارم که خوش اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. تا ویدیوی بعدی فعلا.